فدراسیای فوتبالی تاجیکستان است میانی دستای استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دربی شهر دوشنبه و البته باری اول است که در فینال جام فدراسیای فوتبالی تاجیکستان دو دسته شهر دوشنبه با هم دیگر بازی میکنند و البته ما شما را نیز امروز یک بازی جالب دیدن انتظار است. دسته استقلال باری هفتم است که به فینال مسابقه مذکور راه می‌یابد و 6 مرتبه دسته استقلال غالب جام فدراسیای فوتبالی تاجیکستان گردیده است و در 6 بازی فینالی که استقلال آنجا بازی کرده بود البته باری هم دچار باخت نگردیده است. دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد باری سوم است که در فینال مسابقه جام فدراسیای فوتبالی تاجیکستان بازی میکند. قبلا ارتشیو سال 2013 و 2023 در فینال مسابقه مذکور بازی کرده بودند. سال 2013 تیم کلوب مرکزی ورزشی ارتش در فینال با خیر وحدت بازی کرده، اونجا وقت اساسی 1-1 بازی انجام یافت و در پنالتی با حساب 6-5 دسته مغلوب شده بود. و سال 2023 باشد دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در فینال مسابقه توانست که ریگارتادا تورسونزاده را با حساب 2-1 شکست بدهد و بار اول عنوان قهرمانی را در مسابقه جام فدراسیای فوتبالی تاجیکستان صاحب شود. در موسم گذشته نیز کلوب مرکزی ورزشی ارتش برنده نشانهای برنجی جام فدراسیای فوتبالی تاجیکستان شده بود و اونجا دسته در بازی برای جای سوم مقابل برقچی حصار پیروزی به دست آورده بود. حالا همه چیز برای برگزاری بازی آماده است. هم بازیگران استقلال هم بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش آماده‌اند بهری به میدان برآمدن. البته امروز از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازیگران اساسی نیستند و هیئت جوانان دسته مقابل استقلال بازی خواهند کرد، چون که حالا هیئت اساسی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در شهر تاشکند هستند و اونجا برای موسم نو آمادگی دیده ایستادند. گرچه که دسته را تو و فینال مسابقه بازیگران اساسی برآوردند، اما آنها در بازی فینالی به تاشکند رفتند و آنجا تمرین ها را برای موسم نو دایر کرده ایستادند. استقلال باشد در بازی اول از هیئت جوانان خویش کار گرفت که از حاصلات شکست خورد و بعدا ما در دیگر بازی ها کاملا آنجا بازیگران اساسی استقلال را در هیئت می‌دیدیم که آنها نیز البته توانستند که دسته را تا به فینال مسابقه برآورند. و من آخرین مرتبه سال 2021 استقلال در جام فدراسیای فوتبالی تاجیکستان غالب آمده بود و بنید که 4 سال می شود که استقلال نمیتواند جام فدراسیای فوتبالی تاجیکستان را به دست آورد و اکنون این موسم رهبریت دسته در نزد خود مقصد گذاشتند که در سال 2025 باید جام فدراسیای فوتبالی تاجیکستان را استقلال به دست آورد. همه چیز برای برگزاری بازی آماده است. تماشاگران عزیز و اینجا نیز جام فدراسیای فوتبالی تاجیکستان را می‌بینیم. این یک مسابقه پیش از موسمی برای دسته‌های کشور محسوب می‌شود که البته بازیگران جدیدی که باید جلب می‌کنند اونجا آنها را می‌سنجند، باید جلب می‌کنند و یک مرحله خوبی آمادگی به موسم نوی لیگ عالی فوتبال کشور نیز محسوب میشد. حالا بیاید بازیگران استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش را یک جای استقبال میگیریم که عضو ورزشگاه میشوند و میبینیم که در هیئت اساسی دسته استقلال کاپیتان دسته علیشیر جلیلوف نیز هست که چند روز پیش او با دسته شرطنامه‌اش را تمدید کرد و یکی از بازیگران کلیدی دسته در موسم امسال نیز محسوب میشود. حالا فوتبال بازان هم استقلال هم کلوب مرکزی ورزشی ارتش به میدان میبرند. در ادامه ما شما را در فینال جام فدراسیای فوتبال تاجیکستان دربی دوشنبه انتظار است. حالا بیاید به سرودی ملی کشور گوش میاندازیم. حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان سلام می‌دهد.
زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من. تماشابینان عزیز، گزارش مستقیم خویش را از فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 ادامه میدیم که اونجا دو دسته از شهر دوشنبه، یعنی دربی شهر دوشنبه میان دسته استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش در فینال مسابقه برگزار میگردد و البته دسته استقلال از مدعی قهرمانی در این فینال محسوب شود، چون که کلوب مرکزی ورزش ارتش بازیگرانی اساسی حالا در دسته نیستند. آنها در توشکند هستند که جمع تعلیمی تمرینی اونجا برگزار میکنند و دوام 2 هفته ارتشی‌ها در توشکند ازبکستان برای موسم نو فوتبال کشور آماده میشوند که روز 7 مارس موسم نو لیگ فوتبال کشور نیز آغاز میگردد. و گفتم که بار اول است که استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش در فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان با هم دیگر روبرو شده ایستادند و در عموم کلوب مرکزی ورزش ارتش بار سوم است که به فینال مسابقه میبراید. استقلال قبلا 6 مرتبه در فینال بازی کرده، 6 مرتبه عنوان قهرمانی را به دست آورده بود، سالهای 2014 2015 2017 2018 2019 و 2021 و گفتم که 4 سال میشود که استقلال در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان نمیتواند که عنوان قهرمانی را به دست آورد و این موسم نیز هدف اساسی دسته این به دست آوردن جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان محسوب می شود. حالا هیئت دسته استقلال روی اکرانهای ما شما پیدا می شود که در ادامه من مفصل درباره هیئت دسته استقلال به شما خواهم گفت و هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش را نیز به شما آشنا خواهم کرد. و در موسم گذشته در فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روشن و حوصلات با هم دیگر بازی کرده بودند که آنجا با گل یگانه بختیار ظریفوف دسته روشن توانسته بود که حوصلات را شکست بدهد و بار اول در تاریخ خویش جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را صاحب گردد و بهترین بازیگری با خوری آنجا نیز از هیئت دسته روشن بختیار ظریفوف اعتراف گردیده بود که حالا این بازیگر دیگر در هیئت دسته روشن بازی نمیکند. و در موسم امساله البته دوام بیش از یک ماهی که دسته ها برای راه یافتن به فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان تلاش کردند. البته مسیر نو همواره را طی کردند، چون که آنجا دسته ها از مرحله انتخابی گذشتند و بعدا در مرحله نهایی باز بازی را ادامه داده تا به فینال مسابقه راه یافتند. بازیگران دسته استقلال از مرکز میدان بازی را شروع میکنند پس از صدا دادن رشتک داوری اساسی و خوری و بیاید به هیئت دسته استقلال زود توجه میکنیم. از خط دروازه بازی میکند در هیئت دسته استقلال رقم 99 محیدالدین حسنوف، در خط دفاع هستند رقم 3 تبریز اسلاموف، رقم 72 رضا دهقانی، رقم 5 صادق جان قربانوف، رقم 6 امیربک جورابویوف، در خط نیم محافظه هستند رقم 96 اوکورو جوزف، رقم 28 دنیس بگانویچ، رقم 27 نیکولاس لورنس، رقم 10 علیشیر جلیلوف، در خط حمله هستند محمد جان رحیموف رقم 11 و رقم 63 منوچر جلیلوف. سرمربی دسته استقلال ایگور چرفچنکو. هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش چنین است: در خط دروازه رقم 1 جوردیان مبینئیسم، در خط دفاع هستند رقم 10 میسر مرزویف، رقم 2 بختیار عظیموف، رقم 17 اسرائیل خالوف، رقم 22 الکس جمفا، رقم 3 استپان اونگوینه و رقم 11 باشد کوین ندیل لوکاس. در خط نیم محافظه هستند رقم 18 محمد صمدزاده، رقم 21 سید علی ابراهیموف، رقم 28 رستم دولتوف، یگان حملهگر رقم 33 نگولو ارتور ابومو. سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش فیروز اسمتوف است و گفتیم که شمس‌الدین قاسموف سرمربی اساسی دسته حالا در توشکند است با دیگر بازیگران که آنجا آنها برای موسم نو آماده شده استودند و لکه یک بازی سنجشی نیز آنجا دویر کردند که از دسته اکاسی الماتوی قزاقستان با حساب 2-1 کلوب مرکزی ورزش ارتش مواجه شکست گردید و در عموم در 2 هفته که دسته در توشکند جمع آمد آموزشی تمرینی برگزار میکند 4 بازی سنجشی دویر خواهد کرد. استقلال نیز برای آمادگی به موسم نو البته پس از همین باخوری به امارات متحده عرب سفر میکند و اونجا برای موسم نو فوتبال کشور آماده می شود. من دسته در امارات متحده عرب به موسم نو فوتبال آمادگی را دویر میکند که البته یک چند بازیگران را نیز استقلال در
трансфери бозигарон این موسم باید جلب کرد که در ادامه اویدی آنها نیز به شما خواهم گفت. حالا بیاید اکنون در مورد همین فینال به شما گویم. در فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 گفتیم دو دسته شهر دوشنبه استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش با هم بازی میکنند. الکی بازی دسته آغاز شد و بار اول است که این دو دسته در فینال مقابل همدیگر بازی خواهند کرد. استقلال بار هفتم در فینال مسابقه مذکور بازی میکند و غالب 6 کرته این مسابقه محسوب میشود. استقلال سال 2014 15 17 18 19 21 غالب مسابقه شده، بار هم در فینال ناکام نگردیده است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد بار سوم در فینال مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی میکند. قبلا ارتشیا سال 2013 و 2023 در فینال مسابقه مذکور بازی کرده بودند. سال 2013 تیم کلوب مرکزی ورزشی ارتش در فینال خیری وحدت را شکست داد که آنجا وقت اساسی بازی با حساب 1-1 انجام یافت و در سلسله ضربه‌های پنالتی کلوب مرکزی ورزشی ارتش از دست تیم شهری وحدت ناکام گردیده بود و بعدا در سال 2023 در فینال آنها توانستند که ریگر تداز را با حساب 2-1 شکست داده بار اول عنوان قهرمانی را در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان بالای سر بردارند. حالا بیاید برای طی کرده این دو دسته تا به فینال مسابقه آشنا می‌شویم. روز 4 ینور در مجلسگاه مهمانخانه رومی پایتخت مراسم قرعه کشی مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار گردیده بود و بازی مقدماتی در سه منطقه دوشنبه، ختلون و سوخت راه اندازی گردیدند. دسته استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش در منطقه دوشنبه بازی ها را دایر نمودند که کلوب مرکزی ورزشی ارتش شامل گروهی A و استقلال شامل گروهی B بود. در منطقه دوشنبه از لیگ اولی دسته استقلال کلوب مرکزی ورزشی ارتش، حاصلات ریگرتداس، برخچی هولبوک و از لیگ یکم شادمان سردار یاقوت دوشنبه و رنگان اشتراک کردند. دسته حاصلات و هولبوک از منطقه ختلون هستند درخواست نمودند که در منطقه دوشنبه بازی کنند چون که قرارگاه و مشق‌های دسته در شهر دوشنبه جریان دارد و از هر گروه دو دسته بهترین به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه می‌افتند. و به همین ترتیب دسته استقلال در بازی‌های گروهی در مرحله مقدماتی توانست که در بازی اول که اونجا هیئت جوانان دسته به میدان برآمدند از حاصلات نهایی فرخور با حساب 0-1 شکست خورد و در همان واخوری گل یگانه را سابق بازیگر دسته استقلال پهلوان بحریزاده و ثمر رسانید. در دور دوم باشد استقلال با دوبل مسرور غفورов توانست که سردار شهری ترسونزاده را شکست بدهد. در بازی سوم باشد استقلال با حساب بزرگی 5-0 مقابل هولبوک ظفر یافت. دسته که این موسم در لیگ اولی بازی خواهد کرد و قهرمان فعلی در لیگ یکم محسوب می‌شود. کوشش بازیگران دسته استقلال به متوجه می‌شویم. فشار آورده استودان بازیگران استقلال و استقلال در بازی آخری مرحله گروهی در مرحله مقدماتی با دروازه برقچی 4 گل به جواب زد و پس از 5 دوری بازی‌ها با کسب 9 امتیاز به قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافت. کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد تماشابینان عزیز در بازی اول بر شادمان حصار با حساب 2-0 ظفر یافت. بعدا در بازی دوم تفنگداران توانستند که رنگان ناحیه رودکی را یکی از دسته‌های نفت اسیس را با حساب بزرگ 8-1 شکست بدهند. در بازی سوم با حساب بزرگ 5-1 دوشنبه را مغلوب کردند ارتشی‌ها و در بازی دوره چهارم باشد با حساب بزرگ 7-1 یاقوت وحدت را شکست دادند. در بازی آخری مرحله گروهی در بازی انتخابی با ریگرتداس 2-2 مساوی بازی کردن بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش و با کسب 13 امتیاز از این اول به مرحله حذفی مسابقه راه یافتند. فرصت برای بازیگران دسته استقلال و اینجا موفق نمی‌شود. اکنون دنیز بیگانویچ دوباره داشته میگیرد در زبان کلوب مرکزی ورزشی ارتش جوردیان مباینیسه. 5 فوریه در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان مراسم قرعه کشی مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 برگزار گردید. و قسمت نهایی مسابقه کلوب مرکزی ورزشی ارتش ریگرتداس استقلال و حاصلات از منطقه دوشنبه، سرازم و مسجد از سود، سومون با پنچیر باشد از منطقه ختلون راه یافتند. پس از بازی‌های انتخابی 8 دسته به 2 گروه تقسیم شده باشگاه‌ها در گروه‌های خود مقابل هر رقیب یک تای بازی انجام دادند و غالب گروه‌ها باشد و دسته زینه دوم با مرحله نیم نهایی مسابقه
راه میافتند و دستهایی که در زینه سوم چهارم بودند از ادامه مسابقه بی‌نصیب می‌موندند. همین طور استقلال در بازی اولی مرحله گروهی در قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان توانست که با حساب 3-1 سومون ناحیه دنغره را شکست بدهد. در بازی دوم با حساب 5-0 رگرتاداز را مغلوب کردند بازیگران شهر دوشنبه و آنجا نیز هیئت جوانان دسته رگرتاداز مقابل استقلال بازی کرد، چون که هیئت اساسی دسته با توشکند برای آمادگی به موسم نو راهسپار شده بودند. بعداً در بازی آخر مرحله گروهی استقلال 10 گل به جواب با دروازه سرازم شهری پنجکین زد و راهش را به دور نیم نهایی مسابقه هموار کرد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد در بازی اول با پنچر مساوی 1-1 بازی کرد. در بازی دوم توانست که با حساب 2-1 وسیلات را شکست بدهد و در بازی سوم با حساب 3-0 توانست که دسته مسجوح را مغلوب کرده به دور نیم نهایی راهش را هموار کند. بعداً ارتشی‌ها در بازی دور نیم نهایی با سومون بازی کردند و آخری با حساب مساوی 1-1 انجام یافت. در ضربه پنالتی با حساب 4-3 کلوب مرکزی ورزشی ارتش با مشکلی پیروزی به دست آورد، راهش را به فینال هموار کرد. فرانکویس در هیئت کلوب مرکزی ورزشی ارتش و دالیر چولوف از هیئت دسته سومون در همان بخوری در دقیقه 77 کارت سرخ گرفتند و امروز فرانکویس در بازی ضد استقلال بنابر سبب سلب صلاحیت بنابر همون سبب کارت سرخ کمک کرده نمیتواند. استقلال باشد با دوبل منوچهر جلیلوف توانست که پنچر را در دور نیم نهایی مسابقه شکست و در راهش را به فینال هموار کند و مکنون در فینال امروز ما شاهد دربی شهر دوشنبه شده هستیم که استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش با هم دیگر بازی کرده هستند. قابل ذکر است که برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر علاوه جام 50,000 سومانی مکافات پولی دریافت خواهد کرد. غالب مدال نقره 30,000 سومانی و برنده مدال برنجی با 20,000 سومانی قدردانی می‌گردند. و گفتم که قهرمانی فعلی مسابقه دسته روشن شهر کلوب محسوب می‌شود که سال گذشته در فینال حاصلات را با یگانه گل بختیار ظریفوف مغلوب کرده بود و کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد برنده نشانهای برنجی مسابقه در موسم گذشته محسوب می‌شود. فشار آورده استودان بازیگران دسته استقلال امروز همچنین بازی برای جای سوم نیز برگزار گردید. تماشابینان عزیز که پنچر از ناحیه جلال‌الدین بلخی و سومون از ناحیه دنغره با هم دیگر بازی کردند که با حساب 3-0 پنچر توانست که سومون را شکست بدهد و نشانهای برنجی مسابقه را به دست آورد که در تاریخ باشگاه بار دوم است که آنها میتوانند که صاحب نشانهای برنجی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردند. 10 دقیقه بازی پس سر می شود و بازیگران استقلال بیشتر فشار آورده استودند جانب دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش. قربانوف دهقانی هجوم دسته استقلال اینجا برطرف میکنند دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. هجوم ارتشی ها اتوب است اینجا نگولو ارتور پورا بازیگران استقلال اکنون در خط دفاع هستند و کوشش کرده استند که همین هجومی که ارتشی ها را اندازی کرده استند آن را برطرف کنند. در اکثر بازی ها در مرحله مقدماتی از هیئت دروازه استقلال نیکولاس توشیچ در خط دروازه بود. امروز اکنون محیدین حسنوف در خط دروازه است. اولین ضربه کنجی در واخور امروز با فایده دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش باید متوجه میشویم. پرتاب انجام داده می شود و اینجا اکنون درست‌تر ضربه زده نمیتوانند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش جانب دروازه استقلال. رستم دولتوف بود که اینجا کوشش کرد اولین ضربه بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش را جانب دروازه استقلال زد، اما ضربه البته درست اجرا کرده نشد. بالاتر از دروازه تو میدان را ترک نمود.
هجوم دسته استقلال. زود به عکس الهجوم میگذارند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. دوباره با خوبی بازیگران استقلال. پایده بازی بیرون کرده می شود. اینجا از پای افتید ریزا دهقانی. با ریزا دهقانی تا آخر موسم شرطنامه همکاری امضا کرده است دست استقلال و این محافظتگر دستپروری تیم فوتبالی سپاهان شهر اصفهان میباشد و در دسته‌های پرسپولیس، نساجی، استقلال خوزستان نیز هنرنمایی کرده است و در بیش از 150 بازی در پرولیگ ایران به میدان برآمده در حساب خود 11 گل و 11 پرتافتی گل‌آور نیز دارد. ولکه در بازی های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان ریزا دهقانی در حیات استقلال به میدان برآمد و یک گل نیز مربوط نامی خویش کرد. یادآور میشم که قبلا استقلال شرطنامه همکاری را با 5 فوتبالباز خارجی، حمایتگری اوکراینی الکسی لارین، نیم حمایتگری برزیلی موریلو سوزا، دارکو ایلیاسکی مکدونی، دیمیتر میتکوفی بلغاری و فرانچسکو مارجیوت ایتالیایی قطع کرده بود. همچنین استقلال را بازیگران محلی امدونی کمالوف، شروانی مبادشویف، احسانی پنجشنبه نیز ترک کردند. احسان به سوپرلیگ ازبکستان به سوغدیانه گذشت. امدونی به لیگ ایران به دسته گلگوهر پیوست. شروانی مبادشویف باشد به چمپیونات آذربایجان به دسته کپاس گزارش کرده بود. فرصت برای بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش و حسن اکتبر را داشته میگیرد. و همچنین استقلال در روزنه کنونی ترانسفری حمله‌گر 19 ساله مسرور غفورов را از برخچی به هیاتش برگرداند که دست برای خود این دسته است و با این بازیگر شرطنامه 3 ساله نیز امضا کرده شد. همچنین بازیگر نیگریایی جوزف اوکوری 24 ساله به هیات استقلال برگشت. حمله‌گر محمد جان رحیموف از روشن دیگر باره به استقلال همراه شد و همچنین دنیز بگانویچ نیم حمایتگر که یک موسم در حیات استقلال نبود دیگر باره به هیات دسته همراه شد. همچنین نیم محافظتگر 24 ساله نیکولاس لورنس انوان و دفاعگر رستم کمالوف نیز به هیات استقلال همراه شدند و در این میان استقلال باز یک چند بازیگرانش را به اجاره روان کرد. مخصوصا شهرت شاهنظرов به خوجان به اجاره فرستاده شد. علیم جان جوریف به سردار به اجاره روان کرده شد. در این میان مهران مدامینوف به برخچی به اجاره رفت و حیدر ستاروف نیز به هولبوک به اجاره داده شد. و چند بازیگران دیگری خود را استقلال از اجاره که در دسته‌های گوناگون بازی می‌کردند دیگر باره برگردانید. از این میان شهرام سلیمانوف و رامیش جلیلوف بودند که پس از یک موسمی که در اجاره بازی می‌کردند در حیات حاصلات به حیات استقلال دیگر باره برگشتند. فرصت برای بازیگران دسته استقلال باید متوجه میشیم. اینجا اکنون علیشیر جلیلوف درست توپ رو و جورابویف پس دادن نتوانست. کوشش بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش و توپ از میدان بیرون می شود. همچنین استقلال تماشابینان عزیز با کاپیتان دسته علیشیر جلیلوف با دروازه‌بان محیدین حسنوف با حمایتگر تبریز اسلاموف و حمله‌گر منوچهر جلیلوف شرطنامه را تمدید کرد. این بازیگران نیز این موسم در حیات استقلال بازی خواهند کرد. دومین ضربه کنجی با فایده دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش به متوجه میشویم. از کنار راست میدان کوین نیدیلوکاس از ضربه کنجی توپ را به بازی خواهد درآورد. پرتابی او بعد داخل جریمه‌گاه برطرف کرده می شود از جانب دفاعگران استقلال. بسیار هم خوب از عکس الهجوم کار گرفته هستند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. ببینید که گرچه که
بازیگرانی کلیدی دست در حیات نیستند، اما اونها چگونه اینجا تو همین لحظه خوب بازی کرده استودن مقابل دست استقلال. دو بازی که موسم گذشته استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش در لیگ اولی داشتند، تماشاچیان عزیز اونجا در هر دو بازی استقلال توانست که بر کلوب مرکزی ورزش ارتش ظفر یابد. ماه ایون در بازی اول استقلال با حساب 2-0 کلوب مرکزی ورزش ارتش را شکست داد که آنجا منوچهر جلیلوف دوبل کرد. سایت ذخیروی با میدان آمده، مؤلف دوبل شده بود بازیگر مذکور. و در بازی دوم ماه اکتبر نیز استقلال با حساب 2-1 کلوب مرکزی ورزش ارتش را شکست داد که آنجا نیز منوچهر جلیلوف دوبل کرده بود. فرصت برای بازیگران دست استقلال و اینجا یک ضربه بسیار محکم از جانب رضا دهقانی زده می شود. عموما بسیار ضربه قوی دارد بازیگر ایرانی. ببینید که چگونه ضربه زده شد و چگونه سیفیولی انجام میدهد. جوردیان مبینه سیم دروازه‌بانی دست کلوب مرکزی ورزش ارتش. اولین ضربه کنجی به فایده استقلال. علیشیر جلیلوف پرتابی و بعد داخل جریمه‌گاه توپ راست به دست دروازه‌بان جوردیان مبینه سیم میآید. حسنوف تبریز اسلاموف توسط کنار چپ هجومی دسته استقلال. نیکولاس لورنس پسیو به قفا. تبریز اکنون کوشش کرده استورند که بازیگران استقلال با پاسوی کوتاه به هجوم گذارند. عموما تا همین لحظه حالا ما یگان حالت خوفناک گلزنی رو ندیدیم. تنها همان ضربه که چند لحظه پیش داشت رضا دهقانی که آنجا دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش توانست که آن را برطرف کند. دیگر یگان فرصتی خوب نبود، نه برای کلوب مرکزی ورزش ارتش نه برای استقلال. بگانویچ ضربه استواری بگانویچ و گل. حساب 1-0 به فایده استقلال میشود تماشاچیان عزیز. و دنیز بگانویچ با یک ضربه استوار خش توپ رو تسلیمی دروازه جوردیان و بینه سه میکند. 1-0 استقلال در دقیقه 20 اکنون در حساب پیش میبرد. دنیس بگانویچ بازیگری که یک سال در استقلال نبود، دیگر باره با هیئت دسته برگشت. من همون موسمی که در استقلال بازی میکرد بسیار هم بازی مجلل داشت، مخصوصا ما هنرنمای جالب آنها را در بازی مقابل النصر خوب در خاطر داریم که چگونه مقابل رونالدو و هم دستور بازی کرده بودند. و همون موسم بازیگران خارجی دسته استقلال بسیار هم خوب از خود درک داده بودند و میبینیم که پس از یک موسمی که دیگر بازیگران خارجی که استقلال بایدش جلب کرد و آنها البته نتیجه نیز نشان ندادند، دیگر باره رهبریت دست کوشش کرده استند که باز هم همان بازیگران را به هیئت بیارند که الکی دو تا آنها به هیئت آمدند که اینها دنیز بگانویچ و جوزف اوکورا می باشند. عموما تماشاچیان عزیز دستای استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش 8 مرتبه قبلا در جام تاجیکستان مقابل همدیگر بازی کردند. در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان نه بلکه در جام تاجیکستان مسابقه دیگر است که آنجا یک غلبه به فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش، 2 مساوی و 5 پیروزی به فایده استقلال است. 41 بازی در لیگ اولی که 4 غلبه به فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش، 8 نتیجه مساوی و 29 غلبه به فایده استقلال است. یک بازی دوستانه هم بود که آنجا استقلال توانسته است که کلوب مرکزی ورزش ارتش رو شکست بدهد. بیا نتا فشار ادامه دارد از جانب دسته استقلال. اسلاموف توسط کناری چپ هجوم استقلال به توجه میشویم. اوکورا اینجا درست در توپ رو پس دادن نمیتواند. توپ را به خوبی بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش. دیگر باره اوکورا توپ را به استقلال برمیگرداند. فرصت هست. رحیموف، جلیلوف
فرصت برای بازیگران استقلال. دهقانی ضربه او و اینجا تو وارد دروازه نمیشود. چگونه یک فرصت خوب بود برای ریزو دهقانی، اما بازیگری که گفتیم ضربه استوار دارد در همین مسافت ببینید که ضربه استوار زدن نمیتواند. بسیار هم خوب دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش جوردیان نئیسم توانست که همین حالت رو برطرف کند. البته با دستانش ضربه رو برطرف کرد و حالا اندکی آسیب نیز دستانش برداشته است. شاید ضربه استوار بود از جانب رضا دهقانی که ما گفتیم که او ضربه بسیار هم قوی دارد. داور اساسی بخوری حالا اکنون بختیار کامیلوف اینجا اشاره میکند که باید یوری تیبی با بازیگری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و دروازه‌بان این دسته رسانیده شود. در حیات دسته استقلال در بازی‌های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان یکی از چهره‌ها این مسرور غفورов بود. تماشاگران عزیز که 8 گل به ثمر رسانید. پس از آنی که از بخشی به استقلال آمد بسیار هم خوب از خود درک داد و 8 گل نیز مربوطی نامی خویش کرد. کارگردان اینجا گل به ثمر رسانیده دنیز بگانویچ رو به ما شما نشان میدهند که چگونه توپ رو تسلیمی دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش کرد. از سایت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش عبدالخلیل بورانوف در بازی‌های مرحله مقدماتی در منطقه دوشنبه بیشتر گل زد و او 8 گل به دروازه رقیبان زد. 4 گل محمد جان رحیموف نیز از سایت استقلال آنجا به دروازه رقیبان زد. اگر اوسه برداشته باشد دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش، پس دروازه‌بان دیگری دسته آماده است که به میدان براید. طاهر سرموساکوف شاروخ جان اشبوتاев در موسم گذشته در خط دروازه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بود. دروازه‌بان ازبک که بسیار همون موسم از خود هنر و مهارت والا نشان داد و کمترین گل ها را نیز از داخل دروازه گرفته بود. از آنی که بعداً آنها با استقلال بازی کردند، منوچهر جلیلوف دوبل کرد به دروازه اشبوتاев. تا همون دور مسابقه تنها 4 توپ از داخل دروازه‌اش بیرون کرده بود. و منوچهر جلیلوف در موسم گذشته در 2 بازی که استقلال مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش داشت خوب آنجا میدونست که چگونه خط دروازه اشبوتاев را رخنه کند و در هر 2 بازی نیز محض او گل ها را به ثمر رسانید و غلبه استقلال را تامین کرده بود. شاید این موسم نیز اشبوتاев در حیات کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد، چون که دروازه‌بان خوب بود و البته این رو ما پس از آنی که دسته حیاتی وسیع خود را برای موسم نوی لیگ اولی و لیگ فوتبال تاجیکستان پیشنهاد میکنند، اونجا خواهیم فهمید که کیها در حیات این دسته ها هستند. البته تا آخرین ماه باید همه دسته ها حیات های خیش رو پیشنهاد کنند و 7 مارس موسم نوی لیگ فوتبال تاجیکستان شروع می شود که نسبت به سال گذشته 1 ماه پیشتر آغاز می شود و اونجا کلوب مرکزی ورزش ارتش با حصولیات بازی می کند در دور اول و استقلال باشد با خوجان. عموما در دور اول موسم امسال لیگ اولی بسیار هم شما رو بازی جالب انتظار هستند، مخصوصا ببینید کلاسیکوی فوتبال تاجیک استقلال خوجان، روشن است روشن، بخش اسخات، بخش نیز این موسم
یکی از حیاتهای بسیار هم خوب رو در اختیار دارد و بخشی رگرتاده از کلوب مرکزی ورزشی ارتش حاصلات و پنچر هولبوک. در این میان تماشاگران عزیز، دسته استقلال پس از آنکه که بازی‌ها در مرحله انتخابی و در مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان داشت، یک بازی دوستانه با دسته وخش نیز روز 28 ینور در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر کردند که آنجا در بازی دوستانه البته دوستی غلبه کرد و بازی دستان مساوی 1-1 انجام یافت. از سایت استقلال علیشیر جلیلوف گل زد در دقیقه 37 و از سایت وخش باشد در دقیقه 51 سعید شوبازوروف مؤلف گل ها گردیدند. البته میبایست تماشاگران عزیز که دسته استقلال در همین وقت و زمان حالا در امارات متحده عرب با موسم نو آمادگی میدید، اما شاید دسته پس از فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان بعداً اونجا سفر کند که الکی اونجا بازی دوستانه دسته نیز تصدیق شده بود. حالا متوجه میشیم که مقابل رضا دهقانی قاعده بازی بیرون کرده می شود از جانب الکس جمفا و اولین کارت زرد نیز از جبهه داوری اساسی و اخری اختیار کامیلوف بیرون کرده می شود و با بازیگری کلوب مرکزی ورزشی ارتش نشان داده می شود. قبلا دفتر مطبوعاتی دسته استقلال خبر داده بود تماشاگران عزیز که دسته استقلال در آمادگی با موسم نو فوتبال کشور در امارات متحده عرب اونجا با دسته های اورارتوی ارمنستان، دیناموی سمرقند، رستوف روسیه بازی میکند. اما میبینیم که شاید در ادامه باز حریفان دسته استقلال نو کرده شوند، چون که الکی اون پیشنهادی که بود با این دسته و اون روزایی که معین شده بود الکی پسی سر شد و دسته اکنون شاید پس از فینال باز رقیبان نوی خود را در جمع آمدی تعلیمی تمرینی معین کنند. هجوم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش به متوجه میشیم توسط کنار راست هجوم دسته را اندازی کرده می شود و اینجا بسیار خوب بازی میکند. جوزف اوکور و توپ را در نزد پای بازیگری کلوب مرکزی ورزشی ارتش زده از میدان بیرون میکند. سعید علی ابراهیموف اینجا موفق نشد. موسم گذشته در لیگ اول تماشاگران عزیز کلوب مرکزی ورزشی ارتش زینه چهارم را اشغال کرده بود. دسته در 22 بازی 11 غلبه 6 مساوی 5 باخت داشت و 39 امتیاز کسب کرده بود. استقلال باشد با 59 امتیاز در 22 بازی برگزار کرده 19 غلبه 2 مساوی 1 باخت که آن باخت از خوجند بود. 59 امتیاز قهرمان تاجیکستان شده بود. اما هنرنمای دسته در لیگ چمپیون دوی آسیا در مرحله گروهی انجام یافت که اونجا دو دسته از کشور ما بودند، روشن و استقلال، که هر دو هم از مرحله گروهی مسابقه را جمع بست کردند. حالا بازیگر دسته استقلال نه چندان خوب خود را احساس میکند. این جوزف اوکورو است. طبیبان دسته استقلال زود به یاری این بازیگر میشتابند. دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش که پس از برگردانیدن ضربه رضا دهقانی نه چندان خود را خوب احساس میکرد. حالا میبینیم که بازی را ادامه داده است و دروازه‌بان احتیاطی دسته طاهر سرموساکوف باشد باز در نشستگاه ها بازی را تماشا خواهد کرد. من در هیئت ذخیروی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش امروز 5 بازیگر هستند تمام، چون که اکثر بازیگران دسته در تاشکند هستند و اونجا زیر راهنمایی سرمربی دسته شمس‌الدین قاسموف و موسم نو آماده شده ایستادند و حالا در هیئت ذخیروی ببینید دروازه‌بان سرموساکوف طاهر و دو حمله‌گر بنجامین اشریفی، سهیلی مولویف و دو نیم محافظتگر جسور بویمرادوف و محمد جان نادرزاده در هیئت ذخیروی دسته هستند. من دفاعگر نیست در هیئت ذخیروی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و اگر حالا ببینید که دسته البته
با 5 دفاعگر در میدان بازی کرده است و شاید به همین سبب در حیطه ذخیروی دسته دفاعگر هم نیست. در حیطه ذخیروی دسته استقلال دروازه‌بان نیکولاس توشیچ، دفاعگر رستم کامولوف، همچنین دیگر بازیگران رامش جلیلوف، احتم نظرов، رستم سویروف، رسلان خیلوف، مسرور غفورов همه بازیگران خوب هستند و البته آنها با میدان برآمدنشان میتوانند که بازم و نتیجه بازی تاثیر خیش رو گذارند. مخصوصا مسرور غفورов که بسیارم این موسم در حیطه دسته استقلال یک چهره نو در خط حمله محسوب میشود و ما میبینیم که من چگونه دستای ما مخصوصا تیم منتخب تاجیکستان در نداشتن حمله‌گر ما در بازی البته بیشتر مورد شکایت میکنیم که گلزن نیست و همین گونه بازیگران البته ضرور هم هستند که هنر و مهارت خویش رو صیقل بدهند و با یک حمله‌گری با استعداد هم در حیطه استقلال هم در حیطه تیم منتخب تاجیکستان در ادامه باشند و یکی از همین نفران مسرور غفورov شده میتواند. ابو مونگولو ارتور، حمله‌گری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش، در همین فرصتی که برخورد داشت با صادق جان قربانوف میبینیم که نه چندان خوب خود را احساس کرد. سر از سال 2012 مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار کرده می شود که قبلا نیز این مسابقه از سال 1977 و سال 1989 برگزار کرده می شد که آنجا البته مسابقه میونی دستای اتحادیه شوروی رو اندازی می گردید و البته پومری دوشنبه نیز بیشتر مورد آنجا می توانست که عنوان قهرمانی را به دست آورد. فرصت برای بازیگران دسته استقلال بید متوجه میشه اینجا اکنون به کجا ضربه میزند. منوچهر جلیلوف، بهترین حمله‌گر و بهترین بازیگر در موسم گذشته در فوتبال تاجیکستان است. اینجا اندک درستر گردش کرده نتوانست جلیلوف تا درستر ضربه زند، به همین خاطر ضربه زده او البته یگان حالت خفناک رو نیز در نزد دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش نداشت. هگانویچ اشاره ادامه دارد از جانب دسته استقلال تا همین لحظه در اداره کنی توپ نیز فاول هستند دست بروران ایگور چرفچنکو. در موسم نوی فوتبال اکنون استقلال در پیش خود هدف‌های زیاد دارد تماشابین عزیز که هدف اساسی نیز این البته لیگ چمپیونای دوی آسیا محسوب می‌شود، چون که پس از همین موسم ما دسته ما من در لیگ چمپیونای دوی آسیا شرکت نمی‌کنند، تنها یک دسته در جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا برآمد خواهد کرد که آن هم نسبت به همون نتایجی که این موسم دسته ما داشتند در این مسابقه محسوب می شود. در حالت این بازی بود رضا دهقانی ایسی نیم محافظتگری هجومکار بازی کرده است و احیان ما او را در خط دفاع نیز دیده استیم و بسیار هم در میدان فاول است و همین لحظه ها بازیگر ایرانی جوردیان مبینیسم دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش از خط دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. اولین دسته که تماشابینان عزیز جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را صاحب شده است در سال 2012 این دسته رگرتاداس از شهر تورسونزاده است که در فینال خیر وحدت را ناکام کرده بود. بعداً در سال 2013 خیر توانست که در فینال کلوب مرکزی ورزشی ارتش رو شکست بدهد. گفتیم اونجا وقتی اساسی بازی 1-1 انجام یافت در سلسله ضربه پنالتی با حساب 6-5 توانسته بود که دسته خیر کلوب مرکزی ورزشی ارتش رو که اولین بار به فینال مسابقه راه یافته بود شکست بدهد
و سال 2014 باشد استقلال در فینال خیری وحدت رو شکست داد و اولین بار جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را بالای سر برداشت. سال 2015 نیز استقلال غالب شد، باز هم در فینال خیر را شکست دادند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد همان موسم صاحب نشانه برنجی مسابقه شده بود. فرصت برای بازیگران استقلال بیاد متوجه بشیم، امکانیت است برای منوچهر جلیلوف، اما اینجا نتوانست که از میان دو دفاعگر دست کلوب مرکزی ورزشی ارتش اولین شده به توپ رسد. زود به عکس هجوم گذاشتنیان ارتشی ها. حسنوف توپ را داشته میگیرد در دروازه‌بان دست استقلال. قربانوف بعداً تماشاگران عزیز در موسم 2016 ریگارتاداس در فینال خودجان را شکست داد، بخش مدال برنجی را گرفت. سال 2017 باشد استقلال در فینال ریگارتاداس را مغلوب کرد، نشانه برنجی آنجا نصیب کوکتو شده بود. در موسم 2018 استقلال در فینال باز هم ریگار را ناکام کرد. پنچیر اولین بار نشانه برنجی را گرفت که در سال 2025 این دسته تیگر بوره صاحب نشانه برنجی در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان شد. سال 2019 نیز استقلال در فینال غالب آمد، اونجا کوکتاش رو مغلوب کرد. ریگارتاداس مدال برنجی رو گرفت. سال 2020 کوکتاش روشن رو شکست داد، برای اول عنوان قهرمانی را در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان صاحب شد. دوشنبه باشد مدال برنجی رو گرفت. فرصت برای بازیگران استقلال برطرف میکنند دفاعگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. سال 2021 استقلال در فینال وخش را ناکام کرد. ریگارتاداس مدال برنجی را گرفت. سال 2022 ریگار در فینال حوسیلات را شکست داد. پایسکند از نوحه بوسه مدال برنجی را صاحب شد. سال 2023 باشد کلوب مرکزی ورزشی ارتش در فینال ریگارتاداس را شکست داد، برای اول عنوان قهرمانی را به دست آورد. پس از 10 سالی که دسته دیگر باره به فینال مسابقه برآمد، روشن باشد مدال برنجی رو گرفت و 2024 روشن غالب شد، در فینال حوسیلات را شکست داد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد مدال برنجی مسابقه را صاحب شد. فرصت بود برای منوچهر جلیلوف، اما میبینیم که بازیگر در حالتی نوبازی بوده است. دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش شاروخ جان اشبوتاف، تماشاگران عزیز، در موسم گذشته بهترین دروازه‌بان در حیات این دسته اعتراف کردید طبق فرضیه مخلصان خود دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. و اونجا اسرائیل خولوف بهترین دفاعگر طبق فرضیه مخلصان این دسته دانسته شد. همچنین عبدالله شریپوف بهترین نیم محافظتگر طبق نظرسنجی مخلصان دسته اعتراف کردید. عبدالخلیل بورونوف باشد بهترین حمله‌گر در موسم گذشته از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش از روی آواز مخلصان خود دسته اعتراف کردید و بهترین بازیگر خارجی این انانی کواسی جولیوس در موسم گذشته طبق فرضیه مخلصان دانسته شد. محیدین عادلوف باشد بهترین بازیگر موسم از حساب گل پاس از روی آوازه مخلصان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش اعتراف کردید. ضربه جریمه‌ای به فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش به متوجه میشیم. در نزد توپ است لوکاس، ضربه توپناکی و ببینید که بالاتر از دروازه ضربه زده بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش کوین ندی لوکاس میدان را ترک میکند. بسیار یک فرصت خوب بود برای بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش تا حساب را برابر کنند. بسیار هم یک ضربه توپناکی خوب زده شد و ببینید که اندکی بالاتر از دروازه توپ میدان را ترک نمود. ضربه کنجی سوم به فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش. با بازیگذاری توپ به بازی درآورده می شود. پرتاب به داخل جریمه‌گاه رو داشته میگیرد اکنون محیدین حسنوف.
در موسم گذشته لیگ اولی تماشاگران عزیز از سایت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش از همه بیشتر عبدالخلیل بورونوف گل زد. 8 گل او به دروازه رقیبان در 22 بازی در موسم گذشته لیگ اولی زده بود و در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان نیز بازیگر گفتیم 8 گل زد و یکی از بازیگرانی بود که البته برای راه یافتن کلوب مرکزی ورزشی ارتش دو به فینال مسابقه سهم بی‌نظیر نیز گذاشت و حالا در فینال البته اون نیست در تاشکند با دیگر بازیگران دسته برای موسم نو فوتبال آماده شده است. محیدین عادلوف 4 گل زد، جولیوس انانیکواسی 4 گل، عبدالله شریف با رستم دولتوف 3 گل زدند. وایسیدین سفاروف، جونیبک شریپوف، کامرانی میرزاخان و کامرانی ابراهیموف دیگر بازیگرانی که در موسم گذشته 2 گلی مربوطین رو میخش کردند در لیگ اولی از سایت کلوب مرکزی ورزشی ارتش. ضربه جریمه با فایده استقلال به متوجه میشویم. در نزد توپ است کاپیتان استقلال علیشیر جلیلوف. موقعیت میگیرد علیشیر. ضربه بلند علیشیر جلیلوف اکنون اینجا جانبی دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش. شاید در اوشانه دوم ضربه علیشیر جلیلوف به تیر دروازه برمیخورد. بسیار هم ضربه بلند زد کاپیتان دسته استقلال، اما ضربه بسیار هم قوی بود. در موسم گذشته زیر راهنمایی شمس‌الدین قاسموف کلوب مرکزی ورزشی ارتش در لیگ اولی گفتیم موقع چهارم را اشغال کرد. 11 غلبه 6 مساوی 5 باخت داشت. دسته 36 توپ به دروازه رقیبان زد، 13 توپ از داخل دروازه گرفت و 39 امتیاز کسب کرده بود. و همین حیاتی که موسم گذشته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در اختیار داشت تماشاگران عزیز، پر همین حیات حالا نگاه داشته شده است. من در روزنه ترانسفری کلوب مرکزی ورزشی ارتش نچندان فعال بود و میخواهد که در موسم نو نیز با همین حیات خود با همین مربی خود باشم البته نتیجه بهتر را به دست آورد. هجوم دسته استقلال جو قسم اولی بخوری الکی انجام بعد ببینیم که چند دقیقه 3 دقیقه به قسم اولی بخوری زم کرده می شود از جانب دووران. فرصت برای بازیگران دسته استقلال دهقانی، جورابویوف، منوچیر. فرصت هست، ضربه زده می شود و گل. دوبل میکند دنیز بگانویچ. حساب باشد 2-0 به فایده استقلال می شود. بسیار هم خوب هجوم دسته استقلال راه اندازی گردید. ببینید که اینجا ریزا دهقانی پس با کناری راست، بعدا امیربک جورابویف پرتاب کرد. منوچیر جلیلوف اینجا موفق نشد، اما دنیز بگانویچ در پشتی منوچیر بود و توانست که توپ را به دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش زند. 2-0 استقلال اکنون باز هم پیشگامتر می شود و دوبل میکند دنیز بگانویچ. قبلا نیز در بازی مرحله مقدماتی گل زده بود دنیز بگانویچ. در بازی مرحله نهایی نیز از سایت استقلال مشرف به زدن گل شده بود. دنیز بگانویچ پس از بازگشت به دسته استقلال. قبلا بگانویچ مدت 1 سال از ماه ایولی سال 2023 تا ایونی سال 2024 در هیئت تیم شهری دوشنبه بازی کرده بود و در این مدت در 26 بخوری رسمی در هیئت استقلال اشتراک کرده. 1945 دقیقه در میدان بود دنیز بگانویچ و سازشنامه نوی همکاری با بگانویچ 28 ساله تا آخری سال به تصویب رسیده است. حالا اینجا داور بختیار کامیلوف شاید با همین گلی
بگانویش توجه کرده است باشد که حالتی نوبوزی باشد. و تا هنوز اجازه نمیدهد که از مرکز میدان بازی شروع شود. توجه میکنیم به بختیار کامیلوف که بچه خلاصه میآید. بله، گل حساب کرده می شود و بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش از مرکز میدان بازی را شروع میکنند. 2-0 استقلال با دوبل دنیز بگانویچ اکنون در حساب باز هم پیشگام تر می شود. جوزف اوکور 24 ساله بازیگر نیگریایی که این بازیگر نیز دیگر بار به هیئت استقلال برگشت. در سال 2023 در هیئت استقلال در مون 23 بازی کرد و همراه با دسته قهرمان و غالب جام تاجیکستان شده بود. و بعداً پس از انجام قرارداد با استقلال در هیئت دینامو مینسک بازی کرد و با این دسته غالب چمپیونات بلاروسیا گردید و حالا دیگر بار به استقلال برگشت و شرطنامه همکاری با اوکور 24 ساله تا آخر موسم به تصویب رسیده است. البته اینجا وقتی اعلان نموده داور به قسم اولی بازی نیز انجام می‌یابد و شاید پس از همین ضربه دروازه‌بانی کلوب مرکزی ورزشی ارتش و با این هم داور اجازه نمی‌دهد بختیار کامیلوف و صدوش کش را از انجام قسم اول می‌بیند دستای استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش بلند می‌کند. 2-0 با دوبل دنیز بگانویچ استقلال به تنفس می‌رود. ما شما نیز تنفس می‌کنیم و پس از چند لحظه باز با فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان به ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برمیگردیم. ما رو همراهی کنید. قسم دومی بازی باز هم جذاب‌تر خواهد بود. Одна игра.
پنجم جمع یکم دنیس بگانویچ بازیگری که پس از 6 ماه دیگر باره با استقلال برگشت و این موسم نیز اکنون تا آخر موسم در حیطه استقلال بازی خواهد کرد و در گل اول بسیار یک گل زیبا به ثمر رسانید بیرون از جریمه‌گاه با یک ضربه استواری خشت و برد تسلیم دروازه جوردیان مبینه سم کرد و در گل دوم باشد البته از پس گل‌آوری امیربک جورابویف استفاده کرده توانست که حساب را 2-0 کند و عمان اگر به امورهای بازی در قسم اول متوجه شویم نسبت به بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش در میدان خوبتر و بهتر بودند بازیگران استقلال. البته سببش هم این است که اکثر بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازیگران هیئت جوانان هستند چون که هیئت اساسی این دسته در توشکند داوم 2 هفته به موسم نو فوتبال آماده خواهند شد زیر راهنمایی سرمربی دسته شمس‌الدین قاسموف استقلال باشد. حالا اکنون با هیئت بازیگران اساسی خود مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی کرده است. بیاید به هیئت دسته در قسم دوم متوجه میشیم. تغییرات نه در هیئت استقلال نه در هیئت کلوب مرکزی ورزشی ارتش دیده میشوند. در خط دروازه استقلال رقم 99 محیدین حسنوف، دیگر بازیگران رقم 3 تبریز اسلاموف، 72 رضا دهقانی، 5 صادق جان قربانوف، 6 امیربک جورابویف، اوکورو جوزف 96، دنیس بگانویچ 28، نیکولاس لورنس رقم 27، رقم 10 علیشیر جلیلوف، رقم 11 محمد جون رحیموف، رقم 63 منوچر جلیلوف، سرمربی دسته استقلال ایگور چرفچنکو. هیئت کلوب مرکزی ورزشی ارتش چنین است: در خط دروازه رقم 1 جوردیان مبینه سم، دیگر بازیگران رقم 10 میسر مرزویف، رقم 2 بختیار عظیموف، رقم 17 اسرائیل خولوف، رقم 22 جمفا الکس، رقم 3 استپان اونگوین، رقم 11 کوین دی لوکاس، 18 محمد سمدزاده، 21 سعید علی ابراهیموف، 28 رستم دولتوف، 33 ابومو نگولا ارتور. سرمربی دسته در نمودن شمس‌الدین قاسموف اکنون فیروز اسمتوف حالا میباشد. داوری اساسی بختیار کامیلوف است. ببینیم در قسم دوم بازی کلوب مرکزی ورزشی ارتش میتواند نتیجه را تغییر بدهد و یا استقلال باز هم میتواند که البته با دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش گل زند و یک غلبه باوری بخش نیز به دست آورد. من استقلال در بازی مرحله مقدماتی و در بازی مرحله نهایی در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 تنها یک باخت داشت که اون هم در دور اول از حاصلات بود فرصت برای بازیگران استقلال برطرف کرده می شود از جانب دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. ارتشیو باشد تماشابینان عزیز مساوی با دسته ریگارتاداز داشتند. پیروزی های بزرگ بر رنگون، بر دوشنبه، بر یاقوت بود و همچنین مساوی با پنچر و پیروزی بر حاصلات مسجد بود. من کلوب مرکزی ورزشی ارتش تو راه یافتن به فینال بار هم شکست نخورده است در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025. استقلال باشد یک باخت دارد و بعدا استقلال نیز توانست که در مرحله بعدی به قول دروازه رقیبان را گل بارون کند که اونجا 5 گل به جواب به دروازه ریگارتاداز، 5 گل به جواب به دروازه هولبوک، 10 گل به جواب به دروازه سرازم و همین گونه حساب بودند در بازی دسته استقلال. هجوم دسته استقلال توسط کنار چپ میدان باید متوجه میشیم. رضا دهقانی این موسم اکنون یکی از چهره های دسته استقلال همین بازیگر محسوب میشود که قبلا در هیئت منتخب ایران بازی میکرد. گفتیم دستپرور دسته سپاهان است، در هیئت پرسپولیس، نساجی و استقلال خوزستان نیز بازی کرده است و یک بازیگر است که البته بسیار هم ضربه قوی دارد و شاید اکنون در موسم امسال به هیئت استقلال کمک‌های زیاد هم کند. ضربه کنجی به فایده استقلال، بگانویچ پرتابی و به داخل جریمه‌گاه اولین شده به تو میرسند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. استپان بود که اونجا اولین شده به تو رسید. یک ضربه از جانب علیشیر جلیلوف و اینجا صدگذاری از جانب دفاعگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. هجوم دسته استقلال اکنون برطرف میکنند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. جورابویف فشار ادامه دارد از جانب دسته استقلال.
و اینجا هم اشاره می شود که ضربه کنجی به فایده استقلال نیست و دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزشی ارتش جوریدان مبینه سم از خط دروازه توپ را به بازی می‌درارد. در مورد ترانسفر دسته استقلال با شما گفتم تماشاگران عزیز که دسته البته فعال بود در روزانه ترانسفرها. دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد همون هیئتی که موسم گذشته داشت، حالا اکثر همین بازیگران رو در هیئت نگاه داشته است و نچندان فعال هم بود در روزانه ترانسفری. هجوم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش به متوجه میشیم. توسط کنار چپ اینجا برطرف میکنن اکنون بازیگران دسته استقلال. بسیار خوب بازی کرد در همین موقع امیربک جورابویف که موسم گذشته به هیئت استقلال همراه شده بود و خطا نکنم شرطنامه 2 یا 3 ساله با استقلال آنجا به تصویب رسانیده بود. هجوم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بسیار خوب بازی میکند. اینجا جوزف اوکارو و قاعده بازی نیز مقابل او بیان کرده میشود. قابل بازیگر 24 ساله نیگریایی. باید به همین فرصت متوجه میشیم که چگونه اینجا قاعده بازی ویران کرده شد. از جانب نگولو ارتور ابومو فشار آورده استودان بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. من ببینید تماشاگران عزیز دسته استقلال در چمپیونات تاجیکستان با 13 مراتبه که غالب گردیده است یک نتیجه رکوردی دارد میان دیگر دسته ها. همچنین 10 مراتبه جام تاجیکستان را به دست آورده است که نتیجه رکوردی است و 12 مراتبه سوپر جام تاجیکستان را صاحب شده است که این هم نتیجه رکوردی محسوب می شود و اگر امروز بار هفتم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد پس این نیز نتیجه رکوردی برای دیگر دسته محسوب می شود که البته برای رسیدن به استقلال حالا آنها باید کوشش و تلاش زیاد کنند. هجوم کلوب مرکزی ورزشی ارتش یکی از بازیگران استقلال روی زمین خوب است. علیشیر جلیلوف به داور اشاره میکند که باید به بازیگر استقلال نیز توجه کند که اونجا روی میدان خوب است و باید متوجه میشیم که اونجا با او چی شده بود. هم اینجا با ابو موندگول ارتور برخورد داشته است. لاورنس نیکولاس بازیگری دسته استقلال که چند لحظه پیش نیز با حملهگری دسته کلوبی مرکزی ورزشی ارتش برخورد داشت و اینجا طبیب دسته اشاره میکند که دیگر بازی را ادامه دادن نمیتواند نیکولاس لاورنس و باید او را در میدان عوض کرد. و احتمال زیاد اگر عوض کرده شود نیکولاس لاورنس شاید در موقع او رومیش جلیلوف بازی کند و یا رسلان خیلوف. حالا میبینیم یا احتم نظروف که رو به میدان برارد ایگر چرفچنکا. ضربه جریمه‌ای با فایده دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. اینجا رسلان خیلوف اکنون عوض میکند نیکولاس لاورنس را. تغییرات اجباری در هیئت دسته استقلال و این اولین تغییرات در واخور امروز هم هست. باید متوجه میشویم
کیوین نیدی لوکاس در نزدیک توپ است. دوباره اجازه میدهد. ضربه مستقیم اجرا کرده می شود و محریدین حسنوف میتواند که توپ را داشته گیرد. دروازه‌بان دسته استقلال. البته پس از رفتن رستم یتیموف به رستوف، حالا دروازه‌بان اساسی دسته استقلال محریدین حسنوف است. قربانوف، اوکورو، دیگر بار صادق جان قربانوف. هجوم دسته استقلال علیشر جلیلوف. از کنار چپ اکنون کوشش کرده ایستادن بازیگران استقلال. بسیار هم خوب. متوجه میشیم به همین فرصت و توپ رو داشته میگیرد جوردیان مبینیسم دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. صادق جان قربانوف. کوشش بازیگران دسته استقلال. علیشر جلیلوف، خیلویف، جورابویف به قفو پاس میدهد. اوکورو. فرصت برای بازیگران دسته استقلال و اینجا اکنون منوچهر جلیلوف نمیتواند که از استپان اونگوین پیشتر گذرد و همین فرصت را استفاده کند. قاعده بازی بیرون کرده می شود از جانب جوزف اوکورو. از پای افتونید ابومون گولو ارتورو. بختیار عظیموف در نزدیک توپ است. ضربه جریمه را اجرا میکند. پرتوب عظیموف به داخل جریمه گوی دسته استقلال. اولین شوت صادق جان قربانوف به توپ رسید. فرصت برای بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش و اینجا توپ را صاحب میشوند بازیگران استقلال و این امکانیت برای ارتشی از بین می رود. زود به عکس الهجوم میگذارند بازیگران استقلال. باید متوجه میشویم. جا اکنون منوچهر جلیلوف درست سر توپ را به محمد جان رحیموف پس داده نتوانست. من تا همین لحظه ما نه چندان فعالمندی محمد جان رحیموف را در خط حمله دسته استقلال دیده ایستادیم. محمد جان رحیموف در تیم منتخب تاجیکستان نیز بازی میکند در خط نیم محیطه. حالا باید به همین تغییرات متوجه میشیم که استقلال انجام میدهد. امیربک جورابویف از میدان گرفته شد، به جای رامیش جلیلوف وارد میدان شد و همچنین بازیگر دیگری که ترک میدان کرد از هیئت استقلال به جای مسرور غفورов بازی میکند. بازیگری که 8 گل در بازی‌های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی و مرحله نهایی به ثمر رسانید و در خط حمله اکنون محمد جان رحیموف را عوض میکند که نه چندان امروز در خط حمله فعال بود. و من در تیم منتخب تاجیکستان بازی میکند محمد جان رحیموف که قبلا در هیئت دسته روشن بود و دو سال اخیر محمد جان رحیموف در هیئت دسته های بخارا و روشن بازی میکرد و قبلا در موسم 2017 و 21 و 22 و 23 در هیئت استقلال بازی کرده بود محمد جان رحیموف. و حالا نیز میبینیم از عوض شوی خود نه چندان راضی است محمد جان رحیموف. هرچند که
4 گل در حساب داشت محمد جان رحیموف در بازی‌های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ایت استقلال. اما بعضی خبرهایی هم هستند که گویا محمد جان رحیموف میخواهد به دست ریگر تدست گذارد. اما البته این تنها خبرها هستند و حالا هیچ روشنی نیست. اینجا خود بازی رو ویران میکند مسرور غفاروف در مبارزه با سید علی ابراهیموف. بازیگری که موسم گذشته در هیئت برخچی پس از اونه که بیلال بوبایف سه برداشت بسیار در خط حمله فعال بود، بیشتر گل میزد و حالا اکنون که با استقلال شرطنامه 3 ساله امضا کرد میبینیم که در بازی ها در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان حالا که از خود بسیار خوب درک داد، 8 گل به ثمر رسانید در 5 یا 4 بازی که در میدان بود و من بسیار هم اموری خوب دارد در همین مسابقه. حمله دسته استقلال توسط کنار چپ به متوجه میشیم. رضا دهقانی با توپ است. دهقانی کوشش‌های او پس داده می شود به سمت مسرور غفاروف و برطرف میکنند دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. و اینجا میبینیم که داور کناری بیرقچه خیش را نیز بالا برداشته است. بگانویچ جلیلوف از پای می افتاد. کاپیتان دسته استقلال قاعده بازی نیز مخابری رو ویران کرده شد و اینجا استپان اونگوینه قاعده بازی رو ویران کرد مقابل علیشیر جلیلوف. خایلوف جلیلوف اوکورا قربانوف علیشیر جلیلوف امروز باعثی بازیگری بازی ساز اکنون بازی کرده است. از فرصت برای بازیگران دسته استقلال علیشیر جلیلوف به متوجه میشویم و توپ را از دست میدهد. اکنون کاپیتان استقلال دیگر بار توپ در اختیار بازیگران دسته استقلال از فرصت هست برای منوچهر و توپ را داشته میگیرد. اکنون جوردیان مبینایسم در زبان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. قربانوف اوکورا خایلوف هجوم دسته استقلال توسط کنار چپ متوجه میشیم. اکنون سرگذاری بود از جانب دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. دوباره خوبی بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. قاعده بازی نیز اینجا ویران شده است مقابل بازیگر این دسته. جوردان مبینایسم از ضربه جریمه بی توپ را به بازی می‌دارد در زبان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. اوکورا اینجا خیلی موفق با یک باوری توانست که توپ را نگذارد که بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش صاحب شوند. هجوم دسته استقلال به متوجه میشویم. ضربه علیشیر جلیلوف فرصتی دیگر برای یک ضربه دیگر و اینجا سدگذاری چگونه بسیار هم خوب از جانب دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش انجام داده می شود. بسیار هم فرصتی خوب بود برای کاپیتان استقلال اما دو کوشش کرد هر دو را هم
بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش برطرف کردند و بسیار هم در کوشش دوم ضربه استوار زد علیشیر جلیلوف. در کوشش اول نیز ببینید که ضربه چگونه اینجا دقیق خوبی استوار زده شد که آنجا دفاعگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش ضربه را برطرف کرد و اندکی خود را پس از برگردانیدن ضربه در میدان خوب احساس هم نکرد. رومیش جلیلوف از اوت برو به بازی می درآورد. همچنین استقلال تماشابینان عزیز این موسم سرمربی رو که در نیمه دوم موسم به جای لازارویچ با استقلال آمده بود، منظورم ایگار چرفچن که دیگر باره این متخصص به مقامش برگشت، حالا این موسم نیز در استقلال باقی میماند. استقلال موسم گذشته در لیگ اولی غالب آمد. در جام تاجیکستان آنها از ریگرتاداس شکست خوردند و در این مسابقه دسته شهری ترسونزاده عنوان قهرمانی را به دست آورد. و همچنین در پیش استقلال و ریگرتاداس در یک مسابقه که بار اول اسوسیاسیون فوتبالی آسیای مرکزی راه اندازی میکند با نام راه ابریشم، یعنی باشگاه‌های کشورهای آسیای مرکزی شرکت خواهند کرد. سه تغییرات در هیئت استقلال انجام داده می شود. تبریز اسلاموف از میدان گرفته می شود. با جای او احتم نظرف وارد میدان می شود. با جای رضا دهخانی باشد وارد میدان می شود رستم سویروف. و با جای جوزف اوکارو باشد رستم کمالوف وارد میدان می شود. پنج تغییرات علاقه در هیئت استقلال انجام داده شد. تا هنوز کلوب مرکزی ورزشی ارتش تغییرات را انجام نمیدهد در هیئت دسته. رامیش خایلوف تورابای خوبی بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش رستم کمالوف از اوت به بازی درآورده می شود. از جانب بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش توسط کناری راست میدان هجومی دسته راه اندازی کرده می شود و اینجا بوسم از اوت به بازی درآورده می شود. از جانب نگولا توپ را به دستش و میگذارد. میسر میرزویف از اوت را به بازی می درآورد. غفوروف هجومی دسته استقلال و اکنون اینجا موفق نمی شود مسرور غفوروف. علیشیر جلیلوف فشار آورده ایستادند بازیگران دسته استقلال. علیشیر بسیار هم خوب فرصت هم هست اینجا بسیار هم خوب با برادرش منوچهر جلیلوف بازی کرد اما در قبولی پس با او امکان دست نداد که تو ضربه زند جانبی دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش.
ғафуров тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад. جوردیان مبینایسیم دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش از خط دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. 20 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. حساب 2-0 به فایده استقلال است. از سایت استقلال دوبل کارت دنیز بیگانویچ. مقابل علیشیر جلیلوف قاعده بازی ویران کرده شد در مرکزی میدان. علیشیر منوچهر فرصت برای بازیگران دسته استقلال و اکنون اینجا موفق نمیشوند. کوشش کرد رستم سویروف اما موفق نشد. و هر صورت ضربه کنجی کار میکنند بازیگران دسته استقلال. دنیز بیگانویچ از کنار چپ میدان از ضربه کنجی توپ را به بازی خواهد درآورد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه برطرف میکنند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. فشار تا هنوز ادامه دارد از جانب دسته استقلال. منوچهر فرصت برای علیشیر و اینجا اکنون برطرف میکنند باز هم دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. فشار باشد بیشتر میشود از جانب دسته استقلال. احتام نظرف کاپیتان تیم ملی تاجیکستان است. قربانوف هجوم دسته استقلال. غفورов فشار ادامه دارد از جانب بازیگران استقلال و اگر همین گونه ادامه یافتند گیرد پس آنها میتوانند که البته موفق هم گردند تا گل سوم را به دروازه ارتشی بزنند. میرزویف از توپ را به بازی می‌درآورد. کوشش‌های بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. بیگانویچ خایلویف با هجوم می‌گذارند بازیگران دسته استقلال. فرصت هست برای بازیگران استقلال و در همین امکانیت باید متوجه میشویم. فرصت هست اینجا اکنون برای منوچهر جلیلوف ضربه هم زده میشود اما بلندتر. دروازه‌بان در خط دروازه نبود. بسیار پاس خوب از جانب علیشیر جلیلوف اما اندک سراسیمه میشود منوچهر جلیلوف. ببینید که چگونه اینجا دروازه‌بان از موقعش بیرون اومد و در همین فرصت چگونه هجوم را راه اندازی کردن برادران رامیش علیشیر و منوچهر. اما ضربه که زد منوچهر جلیلوف بازیگری که در دو بازی موسم گذشته در لیگ اولی توانسته بود که به دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش گل زند. در بازی اول دوبل کرده بود، در بازی دوم نیز فکر میکنم مؤلفی دوبل گردیده بود. اما امروز کوشش و تلاش‌های او میبینیم که ثمر نآورده است.
جسور بایمرادوف از خط نیم مفیزه به میدان میبرد از سایت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و در میدان عوض میکند محمد صمدزاده را. اولین تغییرات در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش جوردیان مبینیسم حالا نچندان خوب خود را احساس کرده است. و باید به همین فرصت متوجه میشیم که چگونه اینجا پسی خوب بود از جانب سویروف، بعدن کاپیتانی دسته پسی او به منوچر و منوچر بلندتر ضربه میزند. دسته جوانان کلوب مرکزی ورزشی ارتش که حالا اکثر این بازیگران در بازی امروز مقابل استقلال بازی کرده هستند، در موسم گذشته در لیگ اولی ملی دسته هیئت جوانان موقع چهارم را حالا باید به هجوم دسته استقلال متوجه میشویم. غفوروف معذرت موقع دوم را در لیگ اولی ملی دسته هیئت جوانان اشغال کرده بود. آنجا استقلال غالب شد، 57 امتیاز به دست آورد و کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد در زینه دوم بود 48 امتیاز موقع گرفته، صاحب نشانه نقره شده بود. ضربه هم زده می شود از جانب بازیگران دسته استقلال و با مشکلی دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزشی ارتش اینجا ضربه بگانویچ رو برطرف میکنند. نزدیک بود که خطری کند دنیز بگانویچ. ببینید که چگونه ضربه استوار زده شد و با نوک پنجه خیش توانست که برطرف کند دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزشی ارتش. دسته استقلال تماشابینان عزیز در مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که شامل گروهی A بود، اونجا در 3 بازی که داشت 18 گل به دروازه رقیبان زده، 1 توپ از داخلی دروازه گرفت و 9 امتیاز البته کسب کرده. از این اول به دور نیم نهایی مسابقه راه یافت که اونجا در یک گروه با سامان با رگرتدز ابو سرزم بود که استقلال و سامان و دور نیم نهایی برآمده بودند که در دور نیم نهایی بعداً با دوبل منوچهر جلیلوف استقلال پنچه را از سر راه دور کرده و فینال برآمد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد در 3 بازی 6 توپ به دروازه رقیبان زده، 2 توپ از داخلی دروازه گرفت با 7 امتیاز در گروه B که اونجا پنچر حوصله و مسجا بودند. از این اول به دور نیم نهایی رفت و گفتیم که در مرحله نیم نهایی آنها سامان را شکست دادن در سلسله ضربه‌های پنالتی و به فینال برآمدند. فرصت برای بازیگران استقلال و اکنون برطرف میکند. باز هم یک امکانیت خوب بود برای منوچهر جلیلوف. در بازی‌های مرحله انتخابی باشد استقلال که شامل گروهی B بود با حاصلات هولبوک و سردار و بخشی اونجا 11 گل به دروازه رقیبان زده، 1 توپ از داخلی دروازه گرفت و من ببینید که تنها 2 توپ تا به فینال مسابقه استقلال از داخلی دروازه گرفته است و در عموم به دروازه رقیبان 29 توپ زده است و 2 گلی که امروز بود این گل‌های 30 و 31 استقلال در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 بود. البته در این میان ما باید گل‌های دور نیم نهایی را نیز هموار کنیم که 2 گل استقلال زده بود و 2 گل امروزه را اگر حساب کنیم پس گل‌های 32 و 33 استقلال در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 بود.
سویروف اینجا کوشش کرد، ضربه که بود. ببینید که چگونه اینجا برطرف میکند جوردیان مبینه است. بسیار هم در خط دروازه فاول است امروز دروازه‌بانی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. اگر او امروز سیف اولی انجام نمیداد پس ببینید که استقلال حالا چند گل به دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش میزند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد 31 گل به دروازه رقیبان زد. البته اونا 2 توپ کمتر نسبت به استقلال به دروازه رقیبان زدند. اما در بازی مرحله انتخابی آنها بیشتر دروازه رقیبان را گل باران کرده بودند. فشار ادامه دارد از جانب استقلال. کوشش کرد اینجا حمله‌گری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. ابو مانگول ارتور تغییرات نوبتی در ایت دسته ارتشی انجام داده می شود. محمد جان نادرزاده به میدان میبرد و در میدان عوض میکند رستم دولتوف را. تغییرات در خط نیم مفیزه انجام داده می شود. دسته که غالب میگردد در موسم امسال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان. تماشاگران عزیز بغیر از جام همچنین 50,000 سومانی دریافت خواهد کرد. دسته که صاحب نشانه نقره می شود این دسته می تواند که 30,000 سومانی دریافت کند و دسته که مدال های برنجی را و صاحب گردید این دسته پنجشیر نوی جلال الدین بلخی است که باری دوم در تاریخ با گرفتن نشانه برنجی مسابقه مذکور شرف یاب گردید. صاحب 20,000 سومانی مکافات پولی خواهد بود. هجوم دسته استقلال فرصت هست برای زدن گل سوم و اکنون باز هم موفق نمی شود. بسیار خوب این نوبت باز هم علیشیر جلیلوف توپ را به داخل جریمه‌گاه به سمت رومیش جلیلوف بست داد اما موفق نگردید. رومیش بسیار هم امروز در میدان فاول است. کاپیتان دسته علیشیر جلیلوف هم در مرکز است هم در کنارها و عموما هم در خط دفاع در همه موقع ها با حیث یک بازیگری بازیساز بسیار هم فاول بازی کرده است. در خط حمله نیز ما ضربه استواری رو دیدیم که البته آنها رو گوه دفاعگران برطرف کردند، گوه دروازه‌بان و گوه ضربه بلندتر نیز از دروازه میدان رو ترک نمود. و عموما بسیار هم امروز فاول است در میدان علیشیر جلیلوف. و در این میان فاول بازیگر دیگری که فاول است در استقلال این دنیس بیگانویچ است، بازیگری که دوبل کرد. محمد جان رحیموف و منوچهر جلیلوف باشد در خط حمله نچندان فاول هستند و میبینیم که با میدان برآمدن خود مسرور غفوروف نیز نچندان فاول است. و در این میان ما از ایت بازیگران ذخیروی که از سایت استقلال به میدان برآمدن میتوانیم رسلان خیلوف را نام بریم که فاول است در میدان. حالا اندکی اوسه میبردارد بیگانویچ. پنج دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. استقلال قدم های استوار را بهر به دست آوردن عنوان قهرمانی در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 4 سال باز این جایزه را صاحب شدن نمیتواند گذاشته است. یوری تیوی باشد اینجا با دنیس بیگانویچ با بازیگری که امروز البته با شرافتی دوبلیو حالا استقلال پیشگام است رسانیده استودند.
آخرین مراتبه سال 2021 استقلال در فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان با حساب 1-0 خطلانی باختر را شکست داده بود که حالا این دسته تغییر نام کرده است و نام قبلی خود یعنی وخش را گرفته است. و عموما مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که پیش از موسم آغاز بازی ها در لیگ اولی راه اندازی کرده می شود، یک مسابقه پیش از موسمی برای دسته محسوب می شود که البته یک زمینه آمادگی با موسم نوی فوتبال خواهد بود. اما استقلال نیز اکثر مورد در این مسابقه با هیئت جوانانش برآمد میکرد، اما این موسم میبینیم که دسته از بازیگران اساسی نیز کار گرفت، چون که 4 سال می شود هیئت جوانان دسته نتیجه ندادند. اکنون باید باز این جایزه را صاحب شد که اگر آنها امروز غالب شوند پس باری هفتم در تاریخ دسته محسوب می شود که جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست میارند. پس از استقلال دسته دیگری که از همه بیشتر جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را صاحب شده است این دسته ریگر تدز است. حالا باید به همین تغییرات متوجه میشویم. بنجامین اشریفی وارد میدان می شود و اینجور دروازه‌بان دسته از میدان گرفته می شود از هیئت کلوب مرکزی ورزشی ارتش و جای او طاهر سرمسک وارد میدان می شود و بنجامین اشریفی باشد. میبینیم که حالا در موقعی که وارد میدان می شود در خط حمله نگول ارتور ابومو را عوض کرده است بنجامین اشریفی. سه مراتبه ریگر تدز جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورده است و در این میلیون یک مراتبگی روشن کلوب مرکزی ورزشی ارتش، کوکتوش و خیر توانستند که جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را بالای سر بردارند. کوشش‌های بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش به متوجه میشیم. توپ را به خوبی بازیگران دسته استقلال اینجا بختیار کامیلوف اشاره میکند که قاعده بازی در مرکز میدان ویران شده است. از ضربه جریمه‌ای توپ را به بازی خواهد درآورد اینجا اکنون بختیار عظیموف. کوشش‌های بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش توپ را به خوبی بازیگران دسته استقلال اینجا کوشش کرد غفورов از پای افتید. هجوم دسته استقلال ادامه میکند. بیگانویچ به متوجه میشویم. علیشیر جلیلوف و اکنون اینجا موفق نمیشود رستم سویروف. اکنون ثانیه‌های به شمار وقت اساسی بخوری باقی مانده است و متوجه میشیم که داور چند دقیقه زم خواهد کرد به وقت اساسی بازی. در قسم اول 3 دقیقه علاوه کرده بود بختیار کامیلوف و ما ببینیم که اکنون به وقت اساسی بخوری نیز اینجا چند دقیقه زم خواهد کرد. بیگانویچ من همه کوشش‌هایی که بازیگران استقلال در قسم دوم کرده است این برای زدن گل سوم است و هنوز در نیمه دوم آنها گل نزدند و می‌بینیم که موفق نیز نمی‌شوند. گرچه که فرصت ها بود برای خود دنیز بیگانویچ تو خطری کند، برای رامیش جلیلوف فرصت ها بود، برای منوچهر جلیلوف امکانیت برای خود علیشیر جلیلوف بود که آنجا ضربه زده او را دروازه‌بان برطرف کرد. دو دفاعگران سرگذاری کردند و 2 دقیقه و وقتی اساسی بازی زم کرده می شود.
هجومی دسته استقلال. نظرف فرصت هست برای بازیگران استقلال، اینجا موفق نمیشوند. کارت زرد از جیب داوری بازی بیرون کرده می شود و فکر میکنم اینجا قاعده بازی بیرون کرده شد مقابل بازیگران دسته استقلال. و باید متوجه میشویم به نظر میرسد که توپ به دستی استپان اونگونه رسیده است و این بازیگر الکی یک کارت زرد داشت. نه، اونجا الکس جمفا کارت زرد داشته است. اکنون این دومین کارت زرد برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بود که آن را استپان اونگونه گرفت. دو کارت زرد گرفتند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش در باخور امروزه. در نزد توپ هستند علیشیر جلیلوف، خودی منوچهر جلیلوف، همچنین رسلان خیلوف، رستم سویروف. و باید متوجه بشیم که آخرین امکانیت رو چگونه استفاده خواهند کرد بازیگران دسته استقلال. موقعیت میگیرد در دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش جوردیان مبینیسم. و حالا داور تماشاچیان عزیز اینجا همین حالت رو باری دیگر تکرارا خواهد دید. البته ور نیز در واقع امروز فاول است و بختیار کامیلوف اکنون در همین فرصت بوری دیگر دقیق تر میبیند که او رسیش توپ بود به دست استپان اونگوینه یا حالتی نوبوزی بود. اینجا من همین حالت رو از چند زاویه به او نشان میدهند و او تماشا میکند و بعدا به یک قرار نهایی خواهد اومد. بسیار هم مشکل است از این کادرهایی که اولو به داوری اساسی بخوری به بختیار کامیلوف پیشنهاد کرده استودن معین کردن همین حالتی که توپ آیا به دستی استپان اونگوینه رسیده بود یا نه. پس از تماشای همین حالتها که از چند زاویه با او پیشکش کرده استودن میبینیم که بختیار کامیلوف اکنون به چی خلاصه خواهد اومد. توجه به داوری اساسی بخوری است. کارت زرد در دست دارد. و اینجا کارت سرخ بود است تماشاچیان عزیز، نه کارت زرد. البته قصداً اونجا با دست از سمت توپ رو تغییر داد بازیگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. صد راهی هجومی دسته استقلال شد. اگر اونجا سمت توپ رو تغییر نمیداد استپان اونگوینه، پس ببینید که میتوانست که منوچهر جلیلوف از همین فرصت حتی استفاده کند و گل زند. اکنون در ادامه 10 نفر بازی خواهند کرد بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. در بازی با سومون نیز از هیئت این دسته یک بازیگر کارت سرخ گرفته بود در دقیقه 77 می بازی که امروز با دسته کمک خویش را نرسانیده استود است.
و تمام. بختیار کاملوف صدای چکش رو از انجام فینالی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 بین دو دسته شهر دوشنبه استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش بلند میکند. استقلال توانست که با دوبل دنیز بگانویچ پیروزی را به دست آورد مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش و باری هفتم در تاریخش غالب جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 شود که قبلا دسته سالهای 2014 2015 2017 2018 2019 2021 توانسته بود که در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان غالب گردد و آخرین مرتبه سال 2021 پیروزی دسته استقلال بود. اکنون مراسم جایزه سپاری برگزار می‌گردد. Одна игра. Один удар. Один шанс. Один момент. Проживи его. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. ягона даъвогари ливерпул ба дови қаҳрамонӣ арсенал бо артета ву бачаҳояш дар дербии шаҳри лондон ба майдон меоянд. вестҳем айни ҳол ба мураббии нав нафари ба мо ошно грэм поттер фурсат додааст. ҳар ду даста барои 3 имтиёз муборизаи беамон мебаранд. арсенал вестҳем 22 феврал соати 19:50 мустақиман дар телевизиони варзиш. барои ронанда охири роҳи мунфарш оғози нороҳатӣ аст. нобоварӣ аз мошин бисёриҳоро аз сафар бо роҳҳои душворгузар боз медорад. таҳаммули аксари ронандаҳо барои ҳаракат дар ин гуна роҳҳо кофӣ нест. аммо
برای ماشین‌های لاده میان راه‌های شهر و راه‌های کوهی تفاوتی زیادی نیست. لاده به حرکت در همه جا آماده است. هر کجای راه است و نیست. به لاده باور کنید. لاده افق‌های نو، امکانیت‌های وسیع. Для тех, кто привык преодолевать свои пределы и стремиться к новым высотам. Для тех, кто знает, что каждый ход должен быть продуманным. И для тех, кто не боится бросить вызов и победить. Линдавит. Выбирайте здоровье и активность на каждый день. Линдавит. Ваш выбор, ваша сила. тамошобинон азиз, акнун аз маросими ҷоизасупории ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон дар соли 2025 гузориши мустақими хешро идома медиҳем ки ҳоло ҷоизаҳоро месупоранд ноибони президенти федератсияи футболи тоҷикистон Алишер Урунов, Сайвали Дониёрзода, ҳамчунин директори лигаи футболи тоҷикистон Субҳон Шодиев ва директори муассисаи давлатии телевизионии варзиш Парвиз Нориён ба дастаҳои ғолиб ҷоизаҳоро эълом хоҳанд кард. ва ҳоло бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ки сараввал албатта ба доварони вохӯри имрӯза ҷоизаҳо тақдим карда мешавад ки зери роҳбарии Бахтиёр Комилов бозиро ҳакамӣ карданд ва Бахтиёр Комилов акнун ҷоизаи инфиродӣ ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон тақдим карда мешавад аз ҷониби Алишер Урунов ва ҳамчунин он доварони дигаре ки имрӯз бо Бахтиёр Комилов дар вохӯри имрӯза кор карданд. албатта кори доварон бисёрам дар сатҳи олӣ буд. ҳамчунин системаи вар имрӯз дар вохӯри фаъол буд ки дар лаҳзаи охир дидем ки чӣ гуна корти зарди Степан Онгуенеро ба корти сух табдил дод ва ташаккур мегӯем ба доварони вохӯри имрӯза ки албатта дар ҳуҷраи вар онҷо Гулмуроди Саъдулло буд, довари тоҷики. албатта ҳоло ӯ дар бозиҳои байналмилалӣ низ кишвари моро муаррифӣ мекунад ва яке аз беҳтарин доварон дар кишвари мо маҳсуб мешавад ки ҳам ба ҳайси видеодовар ва ҳам ба ҳайси довари майдон фаъолият мекунад. акси хотиравӣ гирифта мешавад бо доварони вохӯри имрӯза ки имрӯз гуфтем кори онҳо дар майдон бисёрам хуб буд ва акнун дар идома ҷоиза ба беҳтарин бозигари вохӯрӣ бояд супорида шавад. вале Денис Беганович, тамошобинин азиз, беҳтарин бозигари финали ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон дар соли 2025 дар сайти Истиқлол эътироф мегардад ки ҷоизаро ба ӯ Сайвали Дониёрзода месупоранд. пас аз 6 моҳе ки дар эти Истиқлол набуд, дигар бора баргашт ва имрӯз дар финал дидем ки чӣ гуна дар голи аввал бисёрам як голи зебоиро ба самар расонид Денис Беганович ва дар майдон албатта маҳз буд. шарофати дубли ӯ Истиқлол тавонист ки унвони қаҳрамониро ба даст орад ва акнун ҷоизаи беҳтарин бозигари вохӯриро Сайвали Дониёрзода, ноиби президенти федератсияи футболи тоҷикистон, ба Денис Беганович тақдим мекунанд. از دیرکتور لیگای فوتبال تاجیکستان سبحان شادیف دعوت می‌کردیم تا با جایزه‌داران جای سوم. اکنون دиректори лигаи футболи тоҷикистон Субҳон Шодиев ки имсол ин вазифаро ба уҳда гирифт, нишонаҳои биринҷии ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон дар соли 2025-ро ба дастаи панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ месупоранд ки ин даста бори дуюм дар таърихи хеш тавонист ки соҳиби нишонаи биринҷӣ шавад. онҳо имрӯз дар бозӣ барои ҷои сеюм тавонистанд ки Сомонро бо ҳисоби 3-0 шикаст бидиҳанд ва қаблан соли 2018 панҷшер соҳиби нишонаи биринҷӣ шуда буд. ҳоло бояд ҳайати дастаи панҷшерро ба шумо гӯям. Саргоди Питер, Равшан Азизов, Фирдавс Алиназаров, Давлатбек Саидаминов, Қурбонбой Шералиев, Тоуна Анаба, Рамазон Эшматов, Рамазон Чилаев, Аҳмадҷони Абдусаттор,
روزی محمد عبدالرحیمов، پرویز باقی‌آخونов، حاجی مراد صلاح‌الدینов، صدرالدین ایشانکولов، عزتالله فیض‌اللهев، تیمور حسنов، تیمور میرزامرادov، حسین یعقوبov، امید قدیمov و سرمربی دسته بختیار حکیمov که این موسم دسته را به عهده گرفت و در این مقام بویر ایگانبردیف را عوض کرد و استودی مربیان با بختیار حکیمov، میرشکر شیرینov، فرامرز بابایف و همچنین دیرکتور دسته فرخ حسین زاده اکنون صاحب نشانهای برنجی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 میشوند که به آنها جایزه ها را دیرکتور لیگ فوتبال تاجیکستان سبحان شادیوف تقدیم میکنند و شادباش میگویم همه اون هواداران دسته پنچر را که دسته آنها در آغاز موسم سال 2025 توانست که صاحب نشانهای برنجی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردد و عموما تماشابینان عزیز دسته پنچر که سال گذشته در لیگ اولی مقام 11 را کسب کرده بود در بازی گزارشی توانست که بر دسته پرواز نوحه بابوجان غفورов پیروزی به دست آورد و باز هم این موسم نوحه جلال‌الدین بلخی را در لیگ اولی فوتبال کشور معرفی خواهد کرد. و بغیر از نشانهای برنجی همچنین با مبلغ 20,000 سومانی دسته پنچر نوحه جلال‌الدین بلخی مکافات داده می شود و البته پس از انعام همه این جایزه ها یک عکس خاطره‌ای نیز گرفته می شود که سال گذشته کلوب مرکزی ورزش ارتش صاحب نشانهای برنجی مسابقه شده بود که در بازی برای جایزه سوم برچه را شکست داده بود و اکنون این موسم این جایزه ها نصیب دسته پنچر شد که آنها با گذشت 7 سال دیگر باره صاحب نشانهای برنجی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیدند. 20,000 سومانی مبلغ نیز به آنها سپرده می شود و اکنون با دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش تماشابینان عزیز نشانه نقره جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده می شود. دسته که سال گذشته صاحب نشانه برنجی شده بود و این موسم اکنون آنها در فینال از استقلال بازی را باختند و با آنها مدال های نقره جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش پرویز نوریان انعام میکنند. و حالا باید هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش رو به شما میگویم. جوردیان مباینایسم، میسر میرزویف، بختیار عظیمov، اسرائیل خالوف، الکس جمفا، استپان آنگوین، کوین ندیل لوکاس، محمد саматзода، سیدعلی ابراهیمov، رستم دولتوف، ابومونوگولو артур، طاهر سرموساکوف، بنجامین اشریفی، جسور بایمورادوف، محمد جان نادرزاده، سهیلی مولویف، فیروز اسمتوف، جمشید баротов، наим جان قربانوف هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بودند. البته گفتیم که بازیگران اساسی دسته که با راهنمایی شمس‌الدین قاسیموف سرمربی دسته حالا در تاشکند هستند و آنها آنجا برای موسم نو فوتبال کشور آمادگی دیده استند که 2 هفته مشق‌های تعلیمی را آنجا برگزار خواهند کرد و یک بازی دوستانه دایر کردند. گفتیم که 4 بازی دوستانه را آنجا به نقشه گرفتند و هیئت جوانان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در بازی فینالی مقابل استقلال بازی کرد. بسیار بازی خوب کردند البته مقابل بازیگران اساسی دسته استقلال و گفتیم که کلوب مرکزی ورزش ارتش تماشابینان عزیز یک مرتبه در تاریخ خیش توانسته است که جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد که اون هم در موسم 2023 بود. در فینال ریگارتاداز را با حساب 2-1 شکست داده بودند و همچنین دسته بار سوم در فینال مسابقه بازی کرد. سال 2013 دسته از خیر شکست خورده بود از ضربه پنالتی. سال 2023 پس از 10 سال آنها توانستند که غالب مسابقه مذکور شوند و اکنون سال گذشته که دسته صاحب نشانه برنجی شده بود امسال باشد صاحب نشانهای نقره جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان می شود و همچنین دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بغیر از نشانهای نقره همچنین با مبلغ 30,000 سومانی مکافاتانیده می شود. قبلا سال 2013 کلوب مرکزی ورزش ارتش صاحب نشانه نقره شده بود
اکنون آنها باز باری دوم مدال نقره جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را صاحب میشوند. اکنون فرصت فرا رسیده است تا مدال های طلا و جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 و دسته استقلال سپرده شود که آنجا نایبان پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف و سایولی دونیورزاده البته مدال ها و جایزه را به بازیگران استقلال انعام میکنند. دسته استقلال تماشاچیان عزیز باری هفتم در فینال مسابقه بازی کرد و باری هفتم توانست که عنوان قهرمانی را در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان صاحب شود که قبلا دسته سالهای 2014 2015 2017 2018 2019 و 2021 غالب مسابقه مذکور شده بود و اکنون با گذشته شدن 4 سال دیگر استقلال میتواند که دیگر باره جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد و البته دسته یک باخت داشت در بازی مرحله انتخابی و مرحله نهایی در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان. و حالا باید هیئت استقلال را به شما میگویم. محیدین حسنوف، تبریز اسلاموف، رضا دهقانی، صادق جان قربانوف، امیربک جورابویف، جوزف اوکورو، دنیس بگانویچ، نیکولاس لورنس، علیشیر جلیلوف، محمد جان رحیموف، منوچیر جلیلوف، نیکولاس توشیچ، رستم کمالوف، رامیش جلیلوف، احتم نظروف، رستم سویروف، رسلان خیلویف، مسرور غفوروف، ایگر شریفچن که سرمربی دسته و دیگر اعضایان دسته اونجا یوری باتورنکو، علیشیر توختایف، دلشاد واسیوف، دیمیتری تیاپوشکین، اودیل ارگاشف، فاروق عبیزوف و ارکین دودوجانوف اکنون با نشانهای طلای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 سرفراز گردانیده می شوند و بغیر از مدال‌های طلا و جام مسابقه همچنین استقلال با مبلغ 50,000 سومانی مکافاتانیده می شود و گفتم که باری هفتم تماشاچیان عزیز دسته استقلال صاحب جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان می گردد که سال 2021 آخرین مراتبه که استقلال جام را به دست آورده بود آنجا در فینال بر خطلان باختر با حساب 1-0 پیروزی به دست آورده بود و اکنون سال 2025 رو با به دست آوردن جایزه آغاز میکنند بازیگران دسته استقلال که البته هدف اساسی دسته نیز در مسابقه امسال همین بود که آنها جام را به دست آورند و توانستند که گرچه که در بازی اول از حاصلات شکست خوردند با هیئت جوانان خود بعداً در ادامه در هر یک بازی ما هیئت بازیگران اساسی دسته را می‌دیدیم که توانستند که از خود درک بدهند و اکنون با مبلغ 50,000 سومانی نیز دسته غالب دسته استقلال مکافاتانیده می شود که علیشیر اورونوف آن را به کاپیتان دسته و علیشیر جلیلوف میدهند و اکنون جام مسابقه را باشد به دسته استقلال انعام میکنند سایولی دونیورزاده به کاپیتان دسته و علیشیر جلیلوف و دسته استقلال تماشاچیان عزیز باری هفتم اکنون جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست می‌آورد که این نتیجه رکوردی محسوب می‌شود. سایولی دونیورزاده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به علیشیر جلیلوف اینجا اکنون تقدیم می‌کنند. یک عکس خاطره‌ای نیز گرفته می‌شود و استقلال تماشاچیان عزیز غالب جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 می‌شود که دسته باری هفتم در تاریخش توانست که جایزه مذکور را به دست آورد. کل مخلصان دسته استقلال را برای به دست آوردن جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 شادباش میگویم که در آغاز موسم نو با جایزه قهرمانی موسم را آغاز کردند که این البته آغاز به دست آوردن جایزه ها در موسم نو برای استقلال باشد که در ادامه باز هم آنها توانند که جایزه های بیشتر را به دست آورند. همه مخلصان دسته استقلال را شادباش میگویم و در همین جا در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه از فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 گزارشی مستقیم خیش را به انجام میرسانیم. با شما بودم من فریدون سفرزاده. صحتمند و پیروز بمانید. خیر.